آدم دلتنگ‌ترین دنیا. نیز وقتی که مادرش از دنیا میگذشته است، مادر جان گویان گریه میکرده است. حتی آن نفری که مادر را یک مرتبه نیز زیاد نمیکرد، حتی آن نفری که مادر را در زنده بودنش دعایش را نمیگرفت، حتی آن نفری که به قدر مادر نمیرسید، وقتی که مادر از عالم میگذرد اشک میریخته است، داد و فریاد میزده است: مادر، گوجای گویان مرا با آغوش گیر گویان گریه میکرده است. آخر چی لازم است؟ چی لازم است وقتی که مهر و محبت رو در زندگیش با آنها تحفه نکرده؟ چی لازم است آن سخن مادرجانی که در زندگی مادر به او نگفته؟ در بودن مادر به قدرش برس، در بودن مادر او را حفظ کن، در بودن مادر او را احترام کن. بعضی حالت‌های میشود کارو یا یگان مسئله‌های دیگر را بهانه کرده از حال پدر مادر روزها، هفته‌ها، افسوس بعضی حالت‌های میشوند ماه‌ها از حالش خبر نمیگیریم. لیکن مادر دلی مهربانی دارد. هر وقتی که به نزد او میرویم، فرزندم گویان تو را با یک نوازش نیک به آغوش میگیرد. تو تصور کن با دوست داشته‌ات که یکدیگر را دوست می‌دارید. بی بودن یکدیگر گویا حیات را تصور کرده نمی‌توانید. 5 روز زنگ نمیزنید. وقتی که زنگ میزنید، زنگت را قبول نمی‌کنند. باز زنگ میزنید، زنگت را قبول کرده میگوید که تو با من زنگ نزن، تو مرا دوست نمیداری. 5 روز هست که به من زنگ نمیزنی، گویان با تو قهری میشود. مادر چیگاه ها، ماها و روزها زنگ نمیزنی، از حالش خبر نمیگیری. وقتی که باز زنگ میزنی: فرزندم چی طور هستی؟ سلامتیت چطور؟ خوب هستی؟ گویان از حالت پرسان میشود. آه مادر فرشته بود ولی بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. مادر فرشته بود، مادر فرشته بود، مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود. این از نام پسر مادری که در وقتش نمیفهمید قدر مادر را، امروز در غریبی آمده است، از حال کردگیش پشیمان شده است، ولی زاده جسور. Mana marhamat kirib qo'ying. Bo'lmaydi, sizdan nimani o'rgandi? Ayting. Sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin. Ko'zini o'g'ri qolgan. Ozgina chidasangiz bo'ladi. Onangga yaxshilik qilgin. O'ziga bizanam qiqyapti-ku. Bir kun kelib, bolay mana bu yerga tashlab ketadi. Ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, Otang, onangni qadriga yetib, shularning mehrini olmaysan. otangni qadrini bilgin. Eng avval onang